تجربه میگه، آمار میگه در روابطی که آسیب به وجود میاد دخترها بیشتر دارن. قشنگ این کار میگیره. ممنون. نمیشه. نه. واسه چی شده؟ اونقدر صمیمی نباشن که من حس کنم که داره به رابطه من لطمه میزنه. سلام. امروز قراره در مورد موضوعی که زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار میده صحبت کنیم. روابط. سوال امروز ما اینه: آیا تو یک رابطه عاشقانه میشه با یه نفر از جنس مخالف دوستی نزدیک داشت؟ منظور اینه که مثلا اگر کسی وارد رابطه شده آیا لازمه همه ارتباطات صمیمی قبلیش رو محدود کنه یا اینکه میتونه همچنان با یک دوست قدیمی جنس مخالف رابطه نزدیکی داشته باشه؟ این سوال اعتماد، مرزها و احساس امنیت توی رابطه رو به چالش میکشه. مشتاقانه منتظریم تا نظرات و تجربیات شما که اینجا حاضر شدین رو بشنویم و بعد از شنیدن همه نظرات با هم و به کمک استاد به جمع‌بندی خواهیم پرداخت. آماده اید؟ بریم که شروع کنیم. یکی نظر من چیه اینه که بسیده اون صمیمیت تا چه حد باشه. یعنی من احساس می‌کنم خیلی جوری باشه که احساس کنم که من به من حس بدی بده از زنها قضیه کردن، چون خودم خیلی برای خودم محدودیت میذارم، حس بدی ممکنه داشته باشم نسبت به اینکه صمیمیتی که اون رو دارم. من چون خودم نسبت به این موضوع حساسیت دارم، این دوست ندارم پارتنرم دوست این شکلی داشته باشه که به عبارت این جاست فرند. ترجیحم این نیست که داشته باشه، قطعا منم ندارم، اینجوری فکر میکنم. یعنی دوست ندارم وقتی که اینو در نظر میگیرم که اگه این اتفاق بیفته و منو ناراحت میکنه، قطعا این کار رو با پارتنرم نمیکنم. چیزای چارچوب‌های قرار میدم. خب من نظرم اینه که یه کمی با دوستان مخالفم، به خاطر اینکه توی دنیای امروز اصولاً مردها و زنها کنار هم کار میکنن، درس میخونن، پس قطعاً پارتنر من دوست صمیمی ممکنه داشته باشه، حالا توی دوران دانشجوییش، دوران تحصیلش، از کارش، حتی از جنس مخالف. بله. همینجوری که الان من با خیلی از بچه‌هایی هستم که خب جنس مخالف هستن، ولی مهم اینه که آیا اون از نظر شخصیتی اون دوست صمیمی یه سری چیزا رو رعایت میکنه، یه سری اصول رو، یا اینکه کلا آدم موجهی هست یا نه. و به نظرم باید دو نفر با هم صحبت بکنن راجع به اون شخص و به این نتیجه‌ای برسن. یکی موضوعی هم که صمیمیت در چه حدیه، آیا مثلا شوخی فیزیکی میکنن یا نه، در حدی که با هم رفت و آمد فقط دارن، جز از بهترین دوستا. آیا مثلا میاد مسائل شخصی روابط مثلا بین من و خودش رو بگه، خب این مسئله است برای من، با این قضیه مثلا مشکل دارم. ولی با اینکه نه یه دوست صمیمی داشته باشه در گذشته و معرفی کنه، حتی با هم رفت و آمد داشته باشه و اگه قالبش قالب درستی باشه، من مشکلی ندارم. این نکته اینجا برای من مبهم شد. ایشون یه توضیح داد، من برداشتم این بود که سوسو بود، مخالفت خاصی نکرد. ایشون یک نظری داد که با نظر ایشون کاملا همسان نبود. شما با دوتاش مخالفت کردید. برام جالب بود چجوری با دو تا نظری که خودشون با هم مخالفن شما مخالفت کردید و یه حرف جدید زدید، از توافق صحبت کردید. یعنی خیلی مشتاقم میخوام بقیه دوستان چی میگم. نظرتون راجع به این جمله که دوست صمیمی به سر شکارچی صبوره چیه؟ یه بار دیگه رابطه نزدیکی که بخواد حالت پارتنر باشه وجود نداره. من نظرم اینه که بستگی داره که رابطه شما با پارتنرت در چه سطحیه. اگر که پارتنر شما رو به عنوان زوج انتخاب کرده و پیش قدم شده و ازدواج کرده، یعنی مرحله ازدواج گذشته، این داستان فرق میکنه تا اینکه مثلا اون آقا با پارتنر من همین دوست پسرم. خب اگر که دوست پسر من باشه خب این قضیه مشکله و اون حرف شما صحیح میشه. ولی اگه پارتنر من همسر من باشه، منو انتخاب کرده و
اینکه شکارچی و این داستانا به نظرم این پارتنره که نیست یه پارتنر شما داری بعد میخوای همچنان با رفیق‌های پسری که در گذشته باشون ارتباط داشتی همچنان اون رابطه اجتماعی رو ادامه بدی. میگن اون افراد پسری که قبلا باشون ارتباط بودی آیا این جمله رو شنیدی که میگن که اونها یه شکارچی صبورن که نشسته یا حالا مثلا شخصیت بتا داشته جلو نیامده یا هر چی ولی این ادامه داده این ارتباط با شما الان وارد ارتباط شده آیا حاضری که برای اینکه وارد رابطه شدی با پارتنرت اون ارتباطات قبلیت رو تعطیل کنی یا بازم از توافق صحبت کنم اگر که پارتنرم دلیل موجهی بیاره که ارتباط من با اون آقا اشتباه هستش من با این جمله موافقم اینکه گفتن این جمله رو یعنی ترجیح همینه که رابطه صمیمی بین زن و مرد نباشه یعنی دختر و پسر نباشه ولی اگه هست یه مرزبندی خاصی داشته باشه یعنی اون صمیمیت از یه حدی فراتر نره مثلا اونقدر صمیمی نباشن که من حس کنم که داره به رابطه من لطمه میزنه یا اینکه در گذشته من حس کنم که شاید چیزی بینشون بوده یا من میخوام بهشون شک کنم اگرم هست میگم در حد یه مثلا دو تا همکار یا دو تا هم دانشگاه یا دو تا کسی که از قدیم با هم آشنا بودن یعنی در این حد ولی اگه بخواد خیلی فراتر از این بره که من ببینم که داره خیلی بهش اهمیت داده میشه به این رابطه‌ای که غیر از رابطه من و پارتنرم هستش چه از طرف من باشه باهاش مخالفم چه از طرف پارتنرم که مثلا رابطه‌ای با این جنس مخالف داشته باشه یعنی ترجیح اینه که نباشه ولی اگه هست با حد و مرز که هر دو تا باهاش به توافق رسیده این حد و مرز اجتماعی یه توافق بین شماست نه اجتماعی کاری ندارم چیزی که من و اون احساس راحتی بهش داشته باشه رفتار شما تو بافت معنی میشه آره یعنی ما مثلا رابینسون کروزو زنش نیستیم یک جزیره تنها الان شما توی یک محیط و یک بافت رفتار میکنید چقدر اون مهمه برای من اصولا چیزی یعنی به نظر مردم خیلی اهمیت نمیدم راحتی خودم برام اولویت داره به خاطر همین میگم یک رابطه‌ای باشه که من و پارتنرم باهاش به توافق برسیم که هم اولویت توافق اولویت توافق باشه من با نظر خانم رئیسی موافقم که مثلا رابطه‌ای باشه که روی رابطه با دوست اجتماعی مثلا یا همون جست فرندینا باشه که اصلا روی رابطه‌ای که من و پارتنرم دارم تاثیر اگه نذاره و باعث کشمکش‌های بین من و پارتنرم نشه مثلا من باش موافقم که مثلا آدم نیاز داره که یه دوستی از جنس مخالف داشته باشه ولی اینجوری که مقدار صمیمیتشون در حد تعادل باشه نه که مثلا خیلی زیادی از حد باشه که مثلا من یه موقعی ببینم پارتنرم نسبت به اون دوستش که مثلا جنس مخالفش هست مثلا داره نسبت به من جبهه میگیره و اینکه مثلا من نادیده میگیره موقع‌های من این موقع‌ها مثلا میگم باید که با اون رابطه‌اش قطع کنم تعادل چی؟ تعادل با چی تعادل رو می‌سنجی؟ تعادل که منطقی باشه مثلا اینکه نه مثلا یه سری هستن که خیلی دوست صمیمی هستن دائم در تماسن با هم دیگه از تمام ریز و درشت‌های هم دیگه اطلاع دارن مثلا خیلی توی همه چی دخالت میکنن و اینا این دخالت خیلی اذیت کننده است بخاطر همین میگم که مثلا اگه اون طرف حد خودش رو بدونه نداره که این چیزا روی رابطه من پارتنر مثلا تاثیر بذاره من مشکلی ندارم مثلا پارتنرم دوست عادی داشته باشه در حالی که من خبر داشته باشم مثلا با هم باشیم مثل ایشون که گفتم با هم در ارتباط باشیم اگه مثلا حس خطر یا مثلا حسی کنم که مثلا نه من دارم کنار گذاشته میشم و اولویت اون بیشتر اون دوستشه من مخالفم مثلا فعلا همه توافق صحبت کنن و رو اصول توافق متمرکز چون دوستی مثلا لازمه یه دوستی عادی آشنایی داشتن معاشرت داره یه معاشرت عادی از گذشته است یعنی به همراه خودش از گذشته خودش میاره توی رابطه ما وقتی که با یه آدم آشنا میشیم خب قطعا دوستایی داشته حالا ممکنه دوستاش جنس مخالف باشه اما باید چیکار بکنیم شما باید اینو در نظر بگیری کسی که وارد رابطه میشه باید با گذشته خودش یه تفاوتایی داشته باشه یعنی تو رفتار خودش تو حتی آدمای دور خودش آخه وقتی که یک مثلا یه سری رابطه دوستانه رابطه خانوادگی اگر اینجوری باشه خب ما بحث خانوادگی هم حتی به چالش می‌خوریم ما باید یه آدم رو از نظر من بپذیریمش با هر آن چیزی که از گذشته خودش به همراه میاره
اگر که بخوایم اینقدر محدودیت بذاریم به نظر من فردیت اون حریمی که داشتهش هم لذت برده با اون شاید دوست داره که بیا مثلا خاطرات دانشجوییش رو با پارتنرش تعریف کنه. مثلا به فرض مثال من خودم الان اومدم اینجا بهترین لحظاتو دارم با بچه‌ها خلق می‌کنم بدون که حاشیه داشته باشه. گذشته یه مقدار توی بررسی داره. من دیشب در فضای ملی کلیپی دیدم که یه آقایی داره دوباره گردی میکنه، یه پسری که مثلا 30 سالشه میاد دستش میگیره بعدش آرایشگاه اون رو تمیز میکنه، بعد بهش احترام میذاره، لباس براش میخره و میگه بیا توی شرکت من مسئول یه قسمت شو. بعد مشخص میشه که حالا یولیک تو اون فضای ملی مطرح میشه که این آقا معلمی پسر خیلی خوبه، خیلی احساسی شد، همه گفتم وای چقدر خوبه واقعا اینجوری چقدر بده که معلمان رو دوباره گردی بکنن. من داشتم به این موضوع فکر می‌کردم خب اینجا کلیپ تمام میشه، خب از فردایی که این آقا میشه کارمند شاگرد خودش رابطه‌شون چجوریه؟ یه زمانی رابطه اینها یه دونه دیگه این که خانم میگه این گذشته میاد و باید در موردش تصمیم گرفت اینه که خب آره گذشته هست و ما نمیتونیم نادیده بگیریم، اما تغییراتی که اتفاق میفته اگه توافقی نباشه اینجوری که شما میگید صرف این که من یه حس خوبی دارم اما شما که با من داری ارتباط میگیری حس خوبی نداری، من باید چیکار بکنم؟ خیلی مهمه روی توافقی که سوال می‌کنید. من متوجه نشدم توافق دو طرف هست، این که ما فکر کنیم منطقی و به طرف میگیم منطقی. من حالا در رسای صحبتتون به نظرم اون ترازوی تعادلی که پرسیدید منو به چالش کشید که واقعا تعادل چیه؟ اون توافق اون تعادلی که قراره تو رابطه مثلا با دوستای پارتنرمون برقرار کنیم از کجا میاد؟ ریشش از کجاست؟ دوستان نظرشو بگید. در کل انسان‌ها زنده که ارتباط بگیرن به نظر من این مشکلی نیست. بالاخره بیرون میرن سر کار، جامعه، دانشگاه دوست داشتن مشکلی نیست، بالاخره یه رفیق یا یه همدم، اما این حد و مرز برای من خیلی مهمه، حریم شخصی رعایت بشه. یعنی اینکه چطور بگم، مثل کلمه خیانت نباشه این وسط. اگه قراره که مثلا همزمان 2 نفر بخواد داشته باشه، هم اون دوست اجتماعیش هم بخواد فراتر از اون حد بره که بخواد نقش پارتنرش رو بازی کنه، خب قطعا مخالف این موضوع. حالا بذارید من یه اشاره بکنم ممنون از توضیحتون. موارد اینجوری که من توی بحث مشاوره باش مواجه میشم، بسیاری از مواقع کسایی که اعتراض اول انجام میدن آقایون هستن. یه پادکستی حالا من داشتم توضیح میدادم، گفتم که نسل زد ما متفاوت از نسل قبلیه، اما نسل زدیامون دختر و پسرها شیعون نیستن. پسر ایرانی همون به نقش‌های سنتی مرد ایرانی نسبت به پدرش وفادارتره، یعنی اگه پدرش بود ایشون هم هست، اما دختر ایرانی که نسل زدیه یه مقدار سرعت تغییر درش بیشتره. یعنی این چالشی که صحبتشو میکنیم خیلی از مواقع اعتراض آقایون به نحوه تعاملات بعضا مثلا مشخص نیست مرزش کجاست از طرف خانم‌هاست. من نمیخوام نظر خاصی بدم، شما حرفتون بگید، من در پایان یه تحقیق رو بهتون بگم. اینجایی که خانم عرفت گفتن ترازو رو چی مشخص میکنه، به نظرم ارزش‌های فردی اون آدمه که چی براش مهمه که رعایت بشه. مثلا ممکنه یه نظر داشته باشه بگه که مثلا اینا بخوام با هم تماس فیزیکی داشته باشن مشکلی نداره، یکی مثلا بگه من با تماس فیزیکی 2 تا دوست جنس مخالف، یکیش پارتنرمه، یا خودم من با رفیقم مشکل دارم، مثلا دوست ندارم که این تماس باشه، یکی دیگه ممکنه موافق باشه. به نظرم ارزش‌های هر فرد مشخص میکنه که دوست دارن که اون رابطه چجوری شارشور داشته باشه، که باز هم این ارزش 2 نفر هم باید با هم تطابق داشته باشه که بتونن به تفاهم برسن که چجوری این رابطه جانبی رو نگه دارن، وگرنه به هم می‌خوره. یه نکته جمعی بچه‌ها یادتون نره، شما اگر قرار هست بعداً مشاور باشید، شما در یک بافت فرهنگی مشاور باشید. آیا اون بافت فرهنگی اون تجربه‌ای که اون دوستان دارن می‌گذرونن میپذیره؟ اگر اونها نتونن با بافت خودشون هماهنگ بشن آسیب می‌بینن. اگر شما صرف این که در یه جای دنیای اتفاق میفته همون رو بیاید انتقال بدید، به اونها کمک می‌کنید با جامعه خودشون در تعارض بیشتری قرار بگیرن. ببینید شما میگید توافق دیگه، من میگم بذارید تای توافق رو ببینید. شما تا حالا شما که تجربه بالینی ندارید،
خیلی از دوستای من در حوزه مشاوره هنوز با زن و شوهری که تجربه سکس ضربدری با یک زوج دیگه داشتن نداشتن. من داشتم، زیاد داشتم. توافق میکنن که سکس ضربدری داشته باشن. خب معنیش مشخصه دیگه ته اون داستان رابطه عاطفی جنسیشون. ولی اینها سر اینکه چرا این سکس اتفاق افتاد مشکل پیدا نمیکنن، چون سر اینکه در اون توافق کردن منظور من این بود چجوری اتفاق بیفته چی بشه مشکل پیدا میکنن. این توافق چجوری قرار صورت بگیره، در چه بستری، تو چه بافت فرهنگی و اون ترازویی که میسنجه چیه. شما یادتون باشه در کشوری زندگی میکنین که 3 تا ترازو توش کار میکنه. مثل همه جای دنیا قانون هست، ما یه عرف داریم، این چیزی که مردم بصورت و یه باور مذهبی و شرعی داریم. اینا همیشه با هم یه جا قرار نمیگیرن. حالا زور کدومشون بیشتره؟ در نسل ز نسبت به نسل من زور شرع زیاد نیست، عرف داره خیلی کار میکنه. حالا قانون که توسط یک عده قانون‌گذار گذاشته میشه چجوری میتونه این تغییرات رو کاور کنه؟ یعنی ما یه بحثی در قانون داریم میگیم خیلی مواقع قوانین اگر اصلاح نشن خودشون جرمزا هستن. پس باید یه فکر براش بکنیم دیگه. خب این مبحث رو نمیشه در 2 دقیقه جمع کرد. بذارید من یک تحقیقی رو به شما بگم که انجام شد، جالب بود. من فیلمشو میدیدم از آقایون و خانم‌ها در دانشگاه آمریکا که در دامنه سنی شما بودن. یه سوال پرسیده شد: میشود با کسی دوست باشیم و باهاش سکس نکنیم؟ دخترها همه گفتن بله، پسرها همه گفتن نه، دوست دختر سکس نکنه. سوال دوم: میشود پس دوست بود و سکس نکرد یا سکس کرد؟ دیگه دوتون نظر داشتن. شما دوستی دارید که دوست دختر دوست پسرتون باشه باش سکس نکرده باشین؟ هر دو گروه گفتن بله. سوال سوم دیگه از خانم‌ها پرسید، از آقایون نپرسید. اون دوستی که با شما دوسته و صمیمیه و سکس نکرده، تو متوجه شدی دلش میخواد سکس کنه به دلایلی جرئت نکرده بگه؟ همه گفتن بله. حالا شما این نتیجه بگیرید. نمیخوایم بدبین باشیم، ولی این خیلی به نظر من ساده نگاه کردم به موضوعی که فکر کنیم طرف مقابل منم به موضوع همینجوری که من نگاه میکنم. هم کسی به هر حال وقتی توی رابطه قرار میگیره یه سری باورها و ارزش‌های خاص خودش رو داره. برای کبوتر با کبوتر، باز با یه تعریف اینجوری هم داشت دیگه. ما که بحث کفیت هم که توی ازدواج مثلا میشه میگیم یه کفیتی وجود داشته باشه. خیلی موضوع به نظر من گسترده است، نمیشه یک حکم قطعی داد. ولی ما نشستیم به مراجعین کمک کنیم اونها یاد بگیرن در یک تعامل، در یک باب چطور رفتار کنن که آسیب نبینن، آسیب نزنن. و از اونجایی که خیلی از همکارای ما متاسفانه سریع قضاوت میکنن، یه حکم میدن، حالا در جهت تایید یا رد کار سخت میشه. با احتیاط صحبت میکنیم و منطقی اینه که فکر کنیم که این فرآیند تغییر کجا به یک ثبات و یک نگاه کلی اجتماعی است.